به نام خدا. بعضی مواقع نیاز هستش که محل تقاطع شکست دوتا منحنی رو به صورت دقیق به دست بیاریم و بدونیم اون نقطه تقاطع چقدر هستش، مثلا مثل منحنی هدایت سنجی یا مثل جاب یا نسبت‌های ملی هستش که میخوایم به دست بیاریم. خب میخوایم نحوه تشخیص اینا و رسمش توی اکسل رو بدونیم، با هم بررسی بکنیم و ببینیم چی هست. فرض کنید یه منحنی هدایت سنجی هست که به این صورت هستش. خب اول میایم انتخاب میکنیم. طبیعتا این الان قسمت چپ یعنی C که دی هست، C میشه محور ایکس های من تشکیل میده، دی محور وای های من، و چون این دوتا به هم وابسته هستن پس من باید برم منحنی که ایکس و وایش به هم وابسته هست. میریم توی تب اینزرت، بعد میایم تو قسمت چارت. تو قسمت چارت انواع اقسام منحنی ها هست همونطور که قبلا عرض کردم. اینجا ما باید بریم جایی که ایکس وای نسبت به هم وابسته هستن، به اصطلاح اینزرت اسکاتر ایکس وای هستش نشون داده میشه. خب کلیک میکنیم، شکل شمایل های مختلف اون نمایش داده میشه که اینجا من میرم سراغ این نمونه و انتخاب میکنم. تفاوت خیلی خاصی نداره. خب اگر نگاه بکنید الان این منحنی که اینجا هست ما به صورت چشمی ببینیم که دو تا نیم خط تشکیل شده و ما میخوایم ببینیم واقعا محل تقاطع این چی هست، که محل تقاطع واقعا یه منحنی هست و یک کج هست و ما خیلی دقیق نمیتونیم به دست بیاریم، میتونیم ولی هول و هوش اینجا هست. برای اینکه اینو بتونیم به صورت ریاضی خیلی دقیق به دست بیاریم، خب ما میدونیم از محل تقاطع این دو تا خط میتونه اینجا محل دقیق به دست بیاد. برای این کار بعد توی اکسل ما بگیم که چجوری این دو تا خط رو رسم بکنیم. خب اینجا به صورت چشمی اول من میدونم که الان یه خط من میتونه از اینجا باشه تا اینجا. خب پس بنابراین اگر نگاه بکنید میشه از شماره 5 تا شماره 39. خب پس من میام اینجا از شماره 5 که اینجا هست اگر نگاه بکنید تا 39 اینجا میشه. من اینو کپی میکنم، میام سل بغلش اینجا پیست به اصطلاح از به عنوان یه عدد یا همون پیست معمولی میزنم که میاد اینجا. خب این الان انتخاب شد اینجا به صورت این قسمتی که من میخواستم. حالا که اگر نگاه کنید تو ستون F من اینو برگزارش کردم و به اصطلاح بررسیش کردم. حالا یه منحنی دیگه این خطی هم که دیگه اینجا هستش اگر نگاه بکنید میبینیم میتونه مثلا هولوش از 63 شروع میشه، میتونه باشه به صورت چشمی تا 54. خب پس من میرم از 63 که هست تا 54 که اینجا میشه، من این اعدادشو فقط قسمت وایشو شروع میکنم، اینم کپی میکنم، میام اینو تو این سل نه تو سل سومی یعنی F معادل مساوی خودش پیست میکنم. خب پس من الان اگر نگاه بکنید یه دونه دارم که مخلوط هر دوش هست، یه دونه مال یکی دیگه هست، مال این منحنی هست و این یکی هم مال این منحنی. خب انتظار دارم وقتی که اینا رسم میشه به صورت جدا بشه و قشنگ من بتونم جدا بکنم. خب برای این کار من شروع میکنم و یه منحنی رو برای این رسم میکنم. خب دقت بکنید الان میام اینطوری همه اینها رو انتخاب میکنم، به صورت سلکت میکنم. پس این الان همش انتخاب شد. خود اکسل به صورت هوشمند معمولا متوجه میشه اینو یه منحنی میگیره، اینو یه منحنی و این هم یه منحنی به این صورت. خب همه رو انتخاب میکنم، میرم تب اینزرت، میرم اسکاتر، میرم اینجا و انتخاب میشه. خب اگر نگاه بکنید با تب بالایی که من با نمودار بالایی میبینید نمودار بالایی یه رنگ آبی بود ولی اینجا سه رنگه. در حقیقت اینجا داره رنگ های مختلف مال اینها هستش که نشون میده. منتها اینجا الان یه مشکلی هست هنوز و باید ترمیم بشه. نگاه بکنید الان این نقطه هستش که من اینجا گرفتم و این هست، منتها از اینجا شروع و اگر نگاه بکنید اینجا من منحنی ها هست، اما اگر مراعات نکنی یه مشکلی بعدا میاد که میخوایم یه بهترین خط رو رسم بکنیم. خب نگاه بکنیم الان اینجا این منحنی که اینجا ما دوست داشتیم الان خیلی اعدادش زیادیه و از اینجا و این بعدا توی به اصطلاح میخوایم معادل خط رو به دست بیاریم مشکل. خب پس من میام اینو کمش میکنم میارم تا اینجا. خب وایش هم کم میکنم میارم تا اینجا، این قسمت و این قسمت. خب الان دقیقا این چیزی که میخواستم اینجا هست. حالا میرم سراغ یک.
این یکی الان بازم نگاه کنید همون مشکل داره، این اعدادی که اینجا خالی بوده برنامه‌ریزی کرده. خب پس من میام اینا رو توی محدوده‌ای که فقط اعداد دارم قرار میدم تا بعداً برای که وقتی که میخوام معادله خط رو به دست بیارم مشکل خاصی ایجاد نشه. خب الان کار من تموم شد، پس بنابراین الان میریم روی این خط، کلیک راست، add trend line. خب وقتی که add trend line میزنیم اینجا به صورت لینیر درس ما لینیر میخوایم. بعد اینجا ما دوست داریم که از ست اینترسپت یعنی از صفر شروع بکنیم که نه اگر ما اینجا اگر بخوایم این کارو بکنیم قطعا یه کار اشتباه و خطای خیلی بزرگی انجام دادیم، پس مواظب باشیم این تیک نخورده باشه. خب ما دوست داریم که معادله خط نمایان بشه توی صفحمون، آردوش هم میخوایم نمایان بشه. خب الان ببینید معادله این قسمت این خط نارنجی رنگ و اینجا کشیده. من برای اینکه شما متوجه بشین و ببینین بولدش میکنم، فونتش هم یکم میارم بزرگتر، رنگش هم میارم قشنگ مشکی میکنم. خب عرضم به حضورتون این میشه معادله این خط نارنجی، یا بذارین بک‌گراندش هم نارنجی کنم که بدونیم مال این خط است. حالا میریم سراغ این یکی. این یکی هم روش کلیک میکنیم، دقت داشته باشیم فقط این موقع جوری کلیک میکنید اینجا حتما همون مورد نظر ما باشه، این دیگری کلیک نشده باشه که اگر باشه باید یکم مواظب باشیم و توی کلیک کردن درست باشه. خب کلیک راست، add trend line، دوباره اینجا خطیش معمولا پیش‌فرض هست، display equation و display r square نمایان داده بشه. خب اینم میارم اینجا، باز دوباره اینم بولدش میکنم، اینم میارم یکم بزرگش میکنم، مشکیش میکنم و بک‌گراندش هم بذارین خاکستری بکنم که بدونیم مال همون هست. خب الان نگاه بکنید دوتا معادله خط من داره و به این صورت نمایان شده و هستش و من اینطوری هست. خب الان شاید بگین خب پس معادله خط من نمیبینم رنگ رو. بله حق با شماست، میریم اینجا توی قسمت رنگش، اینجا ببینید نوشته رنگش غیر چیزه، من برای اینکه اونجا مشخص بشه قرمز میزنم. معادله خط رو دیدین، حالا بزرگترش میکنم، رنگش رو بیشتر به اصطلاح ضخامتش رو بیشتر میکنم تا قشنگتر متوجه بشین که این معادله خط مای هست و به جای داش من پیوسته میذارم. خب الان معادله مال اینه. بعد برای این یکی که الان نشون داده اینجا هستش، این یکی ببینید که نارنجی گذاشته پیش‌فرض خود اکسل، من برای اینکه مشخص بشه بذارین سبز انتخاب بکنم، داش لاینش هم ورمیداریم خط میذاریم، خطش امیدوارم دیدید ببینید برای اینکه متوجه بشیم معادله خط رو یکی هم پر رنگ ترش میکنم. خب الان نگاه بکنید دو تا معادله خط داریم، یکی مال این خط و یکی هم مال این خط. خب طبیعی است الان ما مثل قدم توی ریاضیات دبیرستان که میخوندید یا دانشگاه میخواستیم تقاطع این دوتا خط رو رسم کنیم، دوتا خط قطعا یه تقاطع خواهند داشت. این اگر به این صورت ادامه پیدا بکنه به فرضی و این هم به این صورت یه محل تقاطع اینجا دارن که کافیه این دوتا معادله خط رو ما مثل قدیم ببریم توی یک دستگاه قرار بدیم، وای هاشون که برابر میشن. بعد چون ما دنبال ایکسش هستیم، اینجا ایکسش مرا مجهول هست، خیلی نیازی نداریم وایش رو بزنیم، وای ها برابر میشن، این دوتا برابر و ایکسشون به دست میاد، یک ایکس به دست میاد، ایکسشون هم که یکیه. از این حل این معادله یک ایکس به دست میاریم که این ایکس همین محل تقاطع خواهد بود و به این ترتیب به راحتی میتونید برای همه معادلاتی که یعنی محل تقاطعی که به صورت خط هستش رو به دست بیارید و ببینید چه هست. نکته دیگه هم هست که موقع اگر بخواید این نشون بدین اینجا ببینید چه هست، کافی این خط رو بیارید، بعد برید روی این نمودار، اینجا ببینید فوروارد و بکوارد داره که نوشته چقدر بره. الان مثلا من این بکوارد پریودش رو میزنم دوتا، اینتر که بزنید ببینید دوتا واحد اومد بالا. خب من الان مثلا برگشتن میزنم 6 تا، اینتر، میبینید خط اومد بالا. پس به راحتی میتونیم به صورت شماتیک هم ببینیم چی هست. بعد این چون مثلا اینوری هستش میزنیم فورواردش، اینو میزنیم 6 تا، میبینید این هم به این صورت میاد بالا خود به خود. این بزنیم 9 تا،
حالا یکی دیگه هم اضافه کنیم بذاریم 12 تا. پس به راحتی میبینید این دوتا هم به صورت شماتیک تونستیم محل تقاطعش رو به دست بیاریم، ولی که خب حالا دقیقاً بخوایم به دست بیاریم از طریق همون دستگاه قرار بدیم و این دوتا رو بتونیم به دست بیاریم. با تشکر.